کی گفته جزایر ایران فقط کیش و قشم و لارک و هرمزه؟ ما 19 تا جزیره تو ایران داریم. 2 تاشو امارات 50 سال دزدیده. ما اصلا ادعایی نداریم، ولی اونا هنوزم پر رو جزایر سگانه تنبا و بوموسا چشم دارن. چرا کسی راجع به اینا حرف نمیزنه؟ من اینجا کامل به توضیح میدم. راجع به اهمیت جزایر سگانه میخوام به توضیح بدم که چرا این جزایر سرش دعواست. اینجوری نیست که برم از گوگل سرچ کرده باشم. با اجازه تنها کسی که تو ایران تمام 17 تا جزیره اصیل رو رفته و غواصی کرده بنده حقیرم. ما حتی نیروی نظامی هم نداریم که همه اینا رو هم رفته باشه هم غواصی کرده باشه. پس خواهشام با دقت گوش کن. اینا تجربیاتی که تو هیچ کتابی نمیتونی پیدا کنی. بیا تو نقشه تا بهت ریز بریز جزایر رو توضیح بدم. قشنگ گوش بده. اول میخوام عمق خلیج فارس و دریای مکران رو با هم مقایسه کنیم، بعد طول و عرضشون رو با هم مقایسه کنیم، بعدش بریم سراغ جزئیات که کامل متوجه بشی موقعیت جزایر کجاست، اونایی که امارات دزدیده کجان، وضعیت حساسشون کجاست، تردد کشتی‌ها کجاست. همه رو میخوام بهت بگم. پس لطفاً با دقت ببین خلیج فارس تقریباً 1000 کیلومتر طولشه. از اینجا که میشه غربی ترین نقطه خلیج فارس تا اینجا که میشه تنگه هرمز و بعدش دیگه وارد دریای عمان میشیم 900 کیلومتر طول هست که این خط مستقیم شما نباید در نظر بگیری. قوسش هم در نظر بگیری. یعنی ما تقریبا 1000 کیلومتر تو خلیج فارس مرز آبی داریم. دوباره به این برتر از اینجا که میشه بندر سیریک، از بندر سیریک دریای مکران یا عمان شروع میشه. تقریبا 400 500 کیلومتر جلوتر ما مرز دریایی داریم. اینجا بندر گواتره که شرقی ترین نقطه مرزی ایران هست که بنزینایی که قاچاق میشه اینجا میره تو جنوب کشور. همه ماشینا شوتی با سرعت خیلی زیاد بنزین دارن میبرن، همشون اینجا تحویل میدن بنزیناشونو. اینجا با قایقای پاکستانی میان اینجا، از قایقای ایرانی بنزیناشون تحویل میگیرن که کاری نداریم، الان تو بحث ما نیستش. برای همین توی چابهار بنزین لیتر 20000 تومانه. اونقاشون هم که بهتون گفتم. حالا شاید براتون سوال باشه آقا تو دریای مکران هم جزیره داریم؟ نه متاسفانه. جزایری که تو دریای عمان داریم تو آبهای ایران نیستن. تو کشور همسایه چند تایی داریم ولی تو ایران نه. پس اولین جزیره از سمت شرق از خلیج فارس شروع میشه که همتون هم اسمش شنیدید. اینه جزیره هرمز. جزیره هرمز تقریبا 5 کیلومتر با بندر عباس فاصله داره. خود جزیره تقریبا 7 کیلومتر قطرشه و خیلی راحت میتونید به این جزیره ببینید. خیلی هم زیباست، طبیعت فوق العاده زیبایی داره. جزیره بعدی که کنارش میشه لارک، اینم که قشم، بزرگترین جزیره ایرانی که راجعش مفصل صحبت می‌کنم. تنگه هرمز که برخلاف چیزی که ما گفتیم اصلا تنگ نیست، خیلی هم عریض و پهناوره. تنگه هرمز تقریبا 70 کیلومتر عرضش. ببینید از هرمز شروع میشه تا اینجا که خسب هست. اینجا در واقع مرز کشور عمان هست. این منطقه به نام خسب. ببینید 74 کیلومتر طول تنگه هرمز. یعنی تنگه هرمز بسیار پهناورتر از چیزی که ما فکرشون. حالا کشتی‌های تجاری باری که وارد ایران جنس میارن، از چین میارن، از کشور دیگه میارن، همشون از اینجا رد میشن میان داخل. منتها اینجوری نیست که از هر جا دلشون بخواد برن. کشتی با قایق کوچیک فرق میکنه. کشتی‌ها باید از نقاطی که توی قرارداد دریایی براشون مشخص شده رد بشن. توی هر نقطه‌ای مشخص شده. متأسفانه توی تنگه هرمز کشتیایی که میان داخل باید از این قسمت بیان داخل و از این قسمت برن خارج. چرا متأسفانه؟ چون این قسمت جزء آبهای ایران نیست، جزء آبهای کشور عمان هست که روبروی خسب میشه. حالا خبر خوش این که جلوتر وقتی برسیم به جزایر سگانه که بهتون میگم چرا سر این سه تا جزیره دعواست و همه دارن تو سر خودشون میزنن چیه، به خاطر همین تردد است. بذار برسیم جلوتر قشم رو توضیح بدم. بعد ببینید جزیره قشم که بسیار پتانسیل بالایی داره، بزرگترین جزیره ایرانه، 110 کیلومتر طولشه، عرضش هم تقریبا 30 کیلومتر. برخلاف جزیره کیش که بجز ساحل و بازار هیچ چیز دیگه برای ارائه نداره و خیلی بهش میرسن، به قشم بسیار کم لطفی شده، مردمان بسیار با معرفتی هم داره و جاذبه‌های تکرار نشدنی بی‌نظیر، ولی متاسفانه بهش توجه آنچنانی نمیشه. این هم جزیره هنگام هست که تقریبا 7 کیلومتر قطرشه، اندازه جزیره هندولابی تقریبا، که جزء جزایر قشم. اگه دوست دارید دلفین ببینید باید تشریف ببرید اینجا. بیشترین شانس دلفین دیدن تو خلیج فارس برای افراد عادی اینجا هستش. حالا میرسیم به غربی ترین قسمت جزیره قشم که اینجا میشه. تا 20 کیلومتر پایینترش میشه 30 کیلومتر، میشه جزیره تنب بزرگ. 10 کیلومتر این مرتبه تنب بزرگ میشه تنب کوچیک. تقریبا 40-50 کیلومتر شاید هم بیشتر، بذار اندازه بزنم، از تو 40 کیلومتر این مرتبه 50 کیلومتر این مرتبه میشه جزیره بوموسا. چرا سر این سه تا جزیره دعوا؟ چرا امارات دو تا جزیره ما رو دزدیده، ما روش مدعی نیستیم، ولی امارات داره واسه این دو تا سه تا جزیره خودشون میکشه؟ دقیقاً به خاطر این خطای صورتیه. این خطا چیه؟ یادتونه گفتم تو تنگه هرمز کشتی‌ها از مرز عمان عبور میکنن، ولی اینجا نه. یه کمی که میان داخل‌تر، چون آب‌های کشور امارات و قطر و بحرین بسیار کم عمقه، کشتی‌ها مجبورن تماماً از ارض ایران حرکت کنن. حتی اگه مقصدشون ایران نباشه، حتی اگه مقصدشون امارات و کشور دیگه باشه، مثلا قطر باشه، بحرین باشه، عربستان باشه، باید از آب‌های ایران عبور کنن. اگه دقت کنید کشتیایی که میان داخل همشون از بین جزیره قشم و جزیره تنب کوچیک و بزرگ حرکت میکنن. کشتی‌ها هم که میرن خارج و میخوان خارج بشن، همشون از بین دو تا جزیره تنب و بوموسا حرکت میکنن به این سمت. بنابراین ایران که مدعی من میتونم تنگه هرمز رو ببندم، به راحتی میتونه این کار انجام بده. وقتی ما میگیم تنگه هرمز رو میبندن، منظور نیست که بیان از اینجا تا اینجا فنس بکشن، نه. منظور اینه میان تو نقاطی که کشتی‌های نفتکش و تجاری حرکت میکنن و ناامن بکنن. این کارو هر کشوری که نیروی نظامی داشته باشه به راحتی میتونه انجام بده، منتها به شرطی که اون مرز داخل کشور خودش باشه. منتها قبلا 2/3 نفت کل کره زمین از اینجا عبور میکرد، الان تقریبا 1/3
نفت جهان. بنابراین انقدر این موقعیت از لحاظ استراتژیک حساسه که اگر ایران یا هر کشور دیگه این مسیر تردد رو ناامن بکنه باید منتظر جنگ جهانی سوم باشه، چون مسئله بستن نقطه‌ای که 1/3 تا 40% نفت دنیا ازش تردد میکنه شوخی بردار نیست، ولی به راحتی میشه این کارو کرد. بریم سراغ جزیره بعدی. جزیره تنب بزرگ خیلی کوچیک‌تر از چیزی که فکرشو میکنید. ببینید 4 کیلومتر قطرشه که سکن هم توش داره، ولی شما نمیتونید برید داخل این جزیره، حتما باید یکی از سکنه براتون نامه بزنه. تنب کوچیک که خیلی کوچیکه، فکر میکنم تقریبا 2 کیلومتر قطرش باشه. آره اینجا کلا نظامیه. جزیره بوموس هم دوباره مسکونی نظامیه که داخل جزیره فوق العاده زیباست. اینم تقریبا اندازه تنب بزرگ. خب این بینا یه چیزایی میبینید، اینا رو بهش میگن نیوه جهت اطلاعات. نیوه یعنی اطراف، مثلا اینجا 70 متر، یه دفعه وسط در زیر آب عمق کم میشه 17 متر. البته عمق اینجا رو اشتباه زده، 26 متر. من اینجا قواسی کردم، تمام نیوه های خلیج فارس من قواسی کردم، یعنی همشون نیون. جاهایی که وسط در عمق کم میشه میگن نیوه. کاری نداره. بریم جزیره بعدی. جزیره بعدی میشه فارور بزرگ و فارور کوچک که قبلا فروهر بود، الان شده فارور. فارور بزرگ جزیره قابل توجهیه، توش آثار تاریخی میتونید پیدا بکنید، یه غار بسیار طولانی و ارزشمند داره و الان کاملا نظامی است و هیچ امکانات شهرنشینی اونجا نیستش. پایین ترش میشه جزیره فارور کوچک یا بنی فارور که خیلی کوچیکه، دومی یا سومین جزیره کوچیک ایرانه که تقریبا 1.3 کیلومتره. هیچ کس تو این جزیره زندگی نمیکنه. پایین ترش که این جزیره هم زیر مجموعه جزیره فارور بزرگ، پایین ترش میشه جزیره سیری. ببین موقعیتش ببین کجاست، ببین این کیشه، این قشمه، این سیریه. جزیره سیری یه جزیره کاملا نفتی، میبینید که اطرافش اینا خط لوله است. خط لوله هایی هست که به سکوی نصر و نصرت و ایلام و سکوی دیگه وصل میشه که اون سکوها رو من با عزتون همه رو رفتم، ولی از لحاظ امنیتی کار درستی نیست که بیام راجع به سکوها توی نقشه توضیح بدیم. مطلب بعدی راجع به جزیره کیش است که همتون میشناسید، منم با عزتون اینجا زندگی میکنم. از لحاظ اندازه ببینید نسبت به قشم چقدر کوچیک‌تره. قشم طولش 110 کیلومتر بود، این 15 کیلومتره. عرض قشم 30 کیلومتر بود، این عرضش 7 کیلومتره. یعنی اگه یه مقدار به قشم توجه بشه، کیش دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداره. نزدیکترین جزیره از سمت شرق به کیش چی بود؟ جزیره فارور بزرگ که 50 کیلومتر فاصله داره. نزدیکترین جزیره از سمت غرب به کیش کجاست؟ جزیره هندورابی که 30 کیلومتر فاصله داره. جزیره هندورابی کمتر از 1000 نفر جمعیت داره که الان دارن میگن بیاید اینجا زمین بخرید. این کارو انجام ندید چون بیابون مطلقه. من همه جزیره‌های ایران رفتم، پولتون رو دور نندازید. اینجا تا 50 سال دیگه هم پیشرفت نمیکنه. اینا اگه ارزه داشتن یه ذره به قشم میرسیدن. این پولشون تموم شده، میخوان الکی پولاتون رو اینجا هدر بدید، زمین بفروشن بهتون. اینو از من داشته باشید که اینجا پول مفت هدر ندید. خب یه نیوه هم داریم بین جزیره هندورابی و جزیره کیش که اینجاست. نیوه سنبرون خیلی قشنگه، قواسا میتونن برن اینجا رو ببینن. جزیره بعدی که 20 تا دیگه از جزیره هندورابی میاد به سمت غرب میشه جزیره شیتوار یا جزیره مارو که معروف به مالدیو ایران. تمام عکس و فیلمایی که تو فضای مجازی ازش میبینید دروغه، اصلا اون عکس و فیلم‌ها نیست. یه جزیره بسیار کثیفه، پر از زباله است. متاسفانه مردم مسائل بهداشتی رو رعایت نکردن و چون ظرفیت جزیره خیلی کوچیک و محدوده، انقدر اونجا زباله و فاضلاب ریختن که شده زیستگاه مگس. یعنی میری اینجا کلا فقط باید مگس پر بزنی از کنارت که بتونی 5 دقیقه بشینی، انقدر مگس داره. همش باید دستاتو تکون بدی که مگس توی حلقت نره. بنابراین آنچنان هم که میگن جزیره جالبی نیستش. اگر میخواید برید تو فصل سرد برید که مگس کمتر اذیتتون کنه، تو فصل گرم برید دیوانه میشید انقدر مگس زیاد. اینم ولی آبش خیلی شفاف، از این جهت قشنگه. اینم جزیره لاوانه که جزو زیباترین جزایر ایرانه. تو شفافیت حرف اول رو میزنه، توی مردمان خوب حرف اول رو میزنه و میتونید دسترسی داشته باشید به این جزیره. از بندر مقام میتونید برید توی این جزیره و از بندر مکسر هم میتونید برید. منتها این جزیره یه ویژگی خاصی که داره، تمام اکثر سکوی نفتی این منطقه هم خط لوله‌شون به این واسه، مثل سکوی بلال، مثل ساسان، مثل رخش، مثل رستم. البته اسم ساسان و رخش و رستم رو کردن سلمان و رشادت و رسالت. هیچ کشوری تو دنیا انقدر ضد خودش نیست، فقط ایران اینطوریه که اسمای اصلی کشور خودش عوض میکنه، اسم کشور دیگر رو میذاره. ولی اشکال نداره، ما اسم سکوی بلال هم بهروز بوده ولی ما اسمای ایرانی رو میگیم، چون اسم خود من عربی امیره، ولی نمیدونم چرا اینا انقدر ضد کشور خودشونن که اسمای نمیدونم، ولش کن، اصلا خوب میشه راجعش صحبت میکنم. جزیره بعدی دیگه تو خلیج فارس، اون دو تایی که دزدیدن. اینجا رو قشنگ دقت کن. این ببین 100 خورده کیلومتر میزیر جزیره کیش 140 کیلومتر میخوری به جزیره آریایی که جزیره بسیار قشنگی از لحاظ طبیعت، تقریبا اندازه تنب بزرگه. اینجا رو کردن قطب گردشگری طبیعی، پر از پرنده‌های دریایی، پر از سایت‌های غواصی، فوق‌العاده بی‌نظیره. و امارات متاسفانه ما اینجا رو دزدیدیم. ایران هم هیچ ادعایی نداره، با اینکه تو قرارداد سه تا جزایر تنب کوچیک و بزرگ و بوموسا برای ماست، اونا مدعیان، ولی ما که اونا رسما جزایر ما رو دزدیدن هیچی راجع بهشون نمیگیم. اسم جزیره آریایی بوده، کرده سیربونعیر، اسم عربی روش گذاشته. دیگه پررویی تا این حد. فکر کنید اگه این جزیره هنوز مال ما بود چقدر مرزهای آبی ما افزایش پیدا می‌کرد. نگاه کن، یه ذره از سیری پایین‌تر دیگه مرزهای ما نیست. ببین چقدر مرز آبی ما گسترش پیدا می‌کرد. خود نزدیکترین جزیره ایران به امارات ابو موسی یا بوموسا درسته. ببین 70 کیلومتر تا دبی فاصله داره. من رفتم شبا چراغای امارات دیده میشه. الان اگه این اتفاق هم میافتاد ببینید فاصله ما تا ابوظبی چقدر کم میشد. میبینید متاسفانه مرز دریایی ما رو کوچیک کردن، هیچ کس هم راجبش صحبت نمیکنه. جزیره بعدی که امارات دزدیده جزیره زرکوه هست که اسمشو کرده زرقا. این هاشش ببین چقدر خط لوله و سکوی نفتی اطرافش هست. روزانه یه
تعداد بسیار قابل توجهی نفت داره از اینجا، بشکه‌های نفتی داره از اینجا استخراج میشه. درآمد پول جیب مردم ایران متاسفانه داره میره تو جیب اماراتی‌ها. دو قرط و نیمشون هم باقیه، دولت هم صداش هم در نمیاد. خیلی جالب. من نمیدونم چرا ما انقدر نسبت به کشور خودمون، به خاک خودمون بی غیرت شدیم واقعا. ای بابا. جزایر بعدی دیگه تو استان هرمزگان نیستن. تا اینجا همه جزایر تو استان هرمزگان بودن دیگه. ببخشید دیگه 3 تا جزیره کلا داریم که تو جزایر تو استان بوشهرن. روبروی بندر گناوه، ببین اینجا تا کیش دیگه 400 500 کیلومتر فاصله است، یعنی دیگه از جزیره لاوان که غربی ترین جزیره هرمزگانه تا جزیره خاک 400 کیلومتر فاصله است، یعنی خیلی اصلا فاصله داره. اینجا جزیره خارک و خارکوه که روبروی بندر گناوه است، تقریبا با فاصله 30 کیلومتر که نفتیه. ببینید پر خط لول است. خب پایین ترش این جزیره است که من عاشقشم. من هر وقت میخوام برم اینجا برای هماهنگیش باید 7 خان که چه عرض کنم 100 خان رستم رو بگذرونم، انقدر اینجا حساسه. چون فوق العاده مرزهای آبی ما رو این جزیره افزایش داده. کوچکترین جزیره ایران هم هست که کمتر کسی اسمش شنیده. اسمش هست جزیره فارسی. قشنگترین جایی که تو ایران من غواصی کردم اینجاست، اطراف این جزیره. ببین جزیره قطرش 800 کیلومتره، عرضش 300 متره، اینقدر کوچیکه. و جالب این جزیره کاملا نظامیه چون موقعیتش خیلی حساسه. ببین قشنگ این جزیره تو مرز کشورهای همسایه، اینا سکوهای نفتی کشورهای همسایه، این دقیقاً بین سکوهای نفتی کشور همسایه است. دیدین عزیزان خلیج فارس چه پتانسیلی داره به ما نمیگن، چه موقعیت‌های خفنی داره به ما نمیگن، چقدر بهش کم توجهی شده، چقدر به خاکمون به آبمون ما بی توجه شدیم. خیلی حرف برای گفتن بیشتر بود ولی دیگه واقعا نمیگنجه تو این ویدیو. ان شاءالله تو ویدیوهای بعدی چیزی که دوست دارید راجع بهش توی در صحبت بکنم، چون بنده همه نقاط رو رفتم، حتی جاهایی رفتم که هیچ غواصی هنوز پاش اونجا نذاشته. اگه سوال خاصی دارید یا مطلب براتون جالب بود تو کامنت ها بگید، تو ویدیوی آینده براتون تهیه میکنم. امیدوارم که این ویدیو رو دیده باشید و لذت ببرید. حتما منتشر کنید که هموطنامون اطلاعاتشون نسبت به خاکایی که از کشور ما دزدیدن بیشتر بشه، آبهایی که از کشور ما دزدیدن، مرزی که دزدیدن، نفتی که دزدیدن بیشتر بشه، تا بلکه یه مقدار وجدان یه سریا بیدار بشه، یه ذره صداشون در بیاد، بگن آقا خاک ما رو پس بدید. آقا خیلی مخلصم.